کمیته تفتیشات روسیه تصدیق میکند که روز 5 می بر اثر سوختار هواپیمای سوپرجت 100 در فرودگاه شرمتووی مسکو 41 نفر به هلاکت رسید. در داخل هواپیما 73 مسافر و 5 عضو اکیپاژ حضور داشتند. فعلا 28 مسافر در ترمینال فرودگاه می باشند. مفتشان و روانشناسان با آنها مشغول هستند. 5 کس را به مؤسسه های بهداشتی انتقال دادند. از بین 78 نفری که در داخل هواپیما بودند، 37 کس، 33 مسافر و 4 عضو اکیپاژ جان به سلامت بردند. Из них 33 пассажира и 4 члена экипажа. شرکت هوایی ایروفلوت روی خط افراد نجات یافته را نشر کرده است. وزارت حالتهای اضطراری روسیه میگوید که از 4 جهازی که پرواز هواپیما را ثبت میکند 2 تاش یافت شد. با نوشته رسانه‌های روسیه، هواپیمای سوپرجت بعد 3 دقیقه پرواز در خط سیر مسکو مورمانسک به فرودگاه شرمتوو برگشت. خدمات فلایت رادار گزارش داد که هواپیما پیش از نشست اضطراری 2 دفعه در اطراف مسکو چرخ زده است. هنگام نشست اضطراری پایه های هواپیما شکسته، محرک هایش آتش گرفتند. مسافران با استفاده از جهاز اضطراری هواپیما را ترک کردند. مقامات ولایت مورمانسک روسیه 3 روز ماتم اعلان کرده و نزدیکان قربانی ها 1 میلیون روبل جبران وعده داده است. شرکت هواپیماهای ملکی سوخوی ابراز داشته است که هواپیما ماه اوگوست سال 2017 استحصال شده، ماه اپریل سال روان از معاینه فنی گذشته بود.